سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه حرفی ث می باشد. برای یافتن مخرج آن پیش از این حرف الف و فتحه می گذاریم. اس. مخرج این حرف بین دندان ها می باشد. سری زبان را در بین دندان ها گذاشته تلفظ می کنیم. اس. حرف ث حرفی چهار شکله بوده پیش از خودش و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست می شود. حرف ث با فتحه چنین خوانده می شود. ث. با کسره چنین. سی. با ضمه چنین. ثو. لبها به پیش برآورده می شوند. ثو. حرف ث در اول چنین نوشته می شود. از طرف راست به طرف چپ در بالایش 3 نقطه به حرف بعد از خود پیوست می شود و در بین چنین نوشته می شود. از طرف راست به طرف چپ در بالایش 3 نقطه به حرف پیش از خود و بعد از خود پیوست می شود و در آخر چنین نوشته می شود. از طرف راست به طرف چپ از خط نمی گذرد، در بالایش 3 نقطه به حرف پیش از خود پیوست می شود و در علیحدگی چنین نوشته می شود. اکنون بیایید با هم مثال ها را می خوانیم. مثال اول: ب با فتحه، ث با سکون. بث. مثال دوم: ث با کسره، ب با سکون. ثیب. قلقله از حرف ب. ثیب. مثال دیگر: ث با فتحه، میم با سکون. ثم. مثال دیگر: ث با فتحه، میم با فتحه، نون با سکون. ثمن. مثال دیگر: ث با فتحه، واو با سکون، را با ضمه. ثور. مثال دیگر: ث با فتحه، ی با سکون، ب با ضمه. ثیب. مثال دیگر: الف با فتحه، کف با سکون، ث با فتحه، را با فتحه. اکثر. را غفظ خوانده می شود به سبب فتحه. مثال دیگر: ی با ضمه، کف با سکون، ث با کسره، را با ضمه. یکثیر. مثال دیگر: الف با فتحه، ث با سکون، ب با فتحه، ت با فتحه. اثبت. مثال دیگر: ی با ضمه، ث با سکون، ب با کسره، ت با ضمه. یثبت. مثال دیگر: الف با کسره، سین با سکون، ت با فتحه، ث با سکون، قاف با فتحه، لام با فتحه. استثقال. حرف قاف در اینجا غفظ خوانده می شود به سبب حرف استعلا است. استثقال. یستثقل. بیایید مثال ها را بار دیگر با شما می خوانیم. بث. ثیب. ثم. ثمن. ثور. ثیب. اکثر. یکثر. اثبت. یثبت. استثقل. یستثقل. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خوانگی، قاعده، شکل‌ها و مثال‌های حرف ث را در دفتر کاری خود بنویسید. سعی و کوشش کنید تا الفبای عربی را به آسانی آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. در آخر دعا میکنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا خواندن کتابش را تیزتر از خود کنید و اینچنین دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.